وقت خیلی کم است. حیاتتون چیست؟ نه بیشتر از یک بخوره که یک وقت معین پیدا می شود و بعد باز نیست می شود. اگر یگان شخص وقتی که من 20 ساله بودم و من حیات خیلی کوتاه است و با یک قرص دست می گذرد می گفت، من به او باور نمی کردم. من هم به شما همین خیلی گویم، شما هم به من باور نمی کنید. من جوانان را باور کننده نمی توانم که حیات خیلی کوتاه است و آن تیز می گذرد. به نظرم خودی دیروز من مکتب خون بودم. هر یکی ما هر روز 24 ساعت وقت داریم. 168 ساعت در یک هفته. به حساب میانه درازی عمری ما 70 سال را تشکیل می‌دهد و من حیران می‌شوم که با این همه ترقیات علمی طب ما از این خط جادویی نگذشته ایم. امروز مردان به حساب میانه 70 سال و زنان 73 سال عمر به سر میبرند. حاضر بسیاری‌ها تا همین 39 سال عمر دیده میتوانند، اما حساب میانه عمر انسان همین خیلی مانده است. برای چی ما حیات کوتاه بودنش را فهمیم؟ دیر یا زود تمام شدنش را فهمیم. برای آن که این را خوب درک کنیم، وقتمان را به چیزهای ناچیز که نویغش صرف نکنیم. اگر من همه این را در وقت جوانیم درک میکردم، همون وقت ریجه باقی مانده حیاتم را عاقلانه ترتیب میدادم. عیناً حاضر تمام فکرتان را جمع کنید. ریجه چخیل گذراندن باقی مانده وقتتان را ترتیب دهید. با اهل عائلتان و با آدمانی که به شما عزیز است وقت گذرانید. پولی که شما میخواستید به ناچاران هدیه کنید، حاضر هدیه کنید. و آدمانی که یگان سخن گفتن میخواستید، حاضر گویید. حیات برای اینجقی و دودلگی خیلی کوتاه است. هیچگاه باز نایستید. بیعقلان وقت حالا بسیار است میگویند. اگر شما انسانی کامل باشید، از حاضر وقتتان را درست استفاده برید.